الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. دوستان گرامی، امروز ما در مورد آیت 42 سوره زمر صحبت داریم. این آیت در مورد مردن انسان ها و در مورد خوابیدن انسان ها صحبت میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یعنی الله سبحانه و تعالی جان انسانها را میگیرد هنگام مرگشان و آن انسانی که نمرده است به هنگام خواب روح او را میگیرد. والتي لم تمت في منامها، به هنگام خواب روح آنها را قبض میکند. خب وقتی که انسان وقتی میخوابد و جان او گرفته میشود یا که روح او گرفته میشود، آیا او مانند همین انسان مرده است یا که خیر؟ خب دو نوع روح است که الله سبحانه و تعالی او را میگیرد و یکی آن را دوباره پس میگرداند و دیگری را پیش خود میدارد. فیمسک التی قضا علیها الموت، یعنی که آن انسانی که مرگ او صادر شده است روح او را میگیرد، باز میدارد با خود، یعنی که الکی روح او کلا گرفته میشود و میمیرد. و آنی که تا به حال اجل او نرسیده است، یعنی وقتی معین او بود نشده است، او را دوباره چیز میکند، روان میکند بر بدن انسان و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، روان میکند روح او را به یک مدت معین. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این عبرت هاست برای آنهایی که می اندیشند. در حقیقت این آیت یک آیتی است که ما باید درباره این فکری زیاد بکنیم، یعنی که باید در مورد این بحث های علمی داشته باشیم و علما باید درباره این چیز کنن، تحقیقات کنن. انسان نمیمرد خواب. امروز اگر شما در سر از این کدام معلومات دارین، بیاین امیره تشریح کنین که چرا آسمان ببخشین، چرا انسان در وقت خواب میمیره نظر به گپ قرآن. خب آقای شفیع عیار وقتی که ایراد میگیرد در مورد این آیت، چون که نمیداند که در حقیقت یکی از عالمان انگلیس به نام آرثر الیسون تحقیقات برده است در مورد این و این را اثبات کرده است که انسان خوابیده به مانند انسان مرده یک انرژی از بدن او خارج میگردد. این را سال 1985 اثبات کرده بود. خب از نگاه شرعی ما خوابیدن را مرگی کوچک میگوییم، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میپرسند که ای رسول خدا، آیا در جنت انسان ها میخوابند؟ میگوید که نه، انسان ها نمیخوابند در جنت. چرا؟ چون که میگوید النوم اخو الموت، خوابیدن برادر مرگ است. یعنی انسان وقتی میخوابد که خسته میشود، کار زیاد میکند، حاجت به استراحت دارد، میخوابد. ولی در جنت خسته شدن نیست، فقط راحت است و جای خوابیدن نیست. از همین لحاظ در جنت خوابیدن نیست، چون که این را چیز میگن، مرگ کوچک میگن. مرگ بزرگ، مرگ همین است که روح کلا از بدن انسان خارج میشود و مرگ کوچک این است که هنگام خواب روح از بدن خارج میشود. اگر ما در همین آیات های قرآنی نظر کنیم،
برآمدن روح را از بدن هنگام خواب ذکر میکند. چند آیت های دیگر هم داریم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. و اوست که شما را شب هنگام خواب میمیراند و هرچی در روز کرده اید میداند. در همین آیت هم، این آیت 60 سوره انعام است، الله سبحانه و تعالی در همین آیت میگوید که شما را به هنگام شب میمیراند، یتوفاکم. خب آیا همین مردن حقیقی است یا که این خوابیدن است؟ البته که خوابیدن است. همه ما شما میدونیم که انسان به شب میخوابد و روزانه بیدار میشود. الله تعالی میداند که شما در روز چیکار میکنید. خب چرا کلمه یتوفاکم اینجا استفاده بود؟ یا که در آیت گذشته سوره زمر هم کلمه یتوفا را چیز کرد، استفاده بود. برای اینکه خوابیدن مانند مرگ است، یعنی که با مرگ شباهت دارد. در چی شباهت دارد؟ در عدم احساس، عدم ادراک، یعنی که انسان خواب احساس ندارد، درک ندارد، نمیداند که در چهار طرف او چی میگذرد و همچنین از تکلیف آزاد است، غیر مکلف است. از نگاه شرعی انسانی که در خواب است او مکلف نیست، مانند یک انسان مرده. چگونه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که رفع القلم عن ثلاث، قلم از سه کس برداشته شده است. عن النائم حتی یستیقظ، از انسان خواب تا اینکه چیز شود، از خواب بیدار شود. یعنی که انسان در وقت خواب هر گناهی که میکند آن نوشته نمی شود. و از طفل تا اینکه به بلاغت برسد و از انسانی که بی عقل است یا که دیوانه است تا اینکه چی شود، عقل او به جا بیاید. خب از این سه کس قلم برداشته شده است. خب و در مورد حضرت عیسی علیه السلام هم الله سبحانه و تعالی میفرماید که انی متوفیک و رافعک الیه، من تو را میمیرانم و تو را به سوی خود میبردارم. خب کلمه متوفیکه در همین آیت به معنای مردن حقیقی نیست. اگر که مردن حقیقی می بود او را چگونه الله تعالی دوباره به خود میبرداشت، پیش خود میبرداشت؟ عقیده تمام مسلمان ها همین است که حضرت عیسی نامرده است، حضرت عیسی زنده است، به آسمان برداشته شده است و یکی از علامت های بزرگی قیامت همین است که حضرت عیسی پایان می آید از آسمان و دجال را چیز میکند، میکشد. خب در این آیت متوفیکه به معنای همین است که از تکلیف تو را آزاد میکنم. یعنی که حضرت عیسی مکلف نیست دیگر، چنانه که در خواب انسان مکلف نیست، همین گونه حضرت عیسی هم از تکلیف آزاد می شود و به آسمان رفته است. خب یا که دیگر حدیث هایی هست که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید در دعاهایی قبل از خواب ما میگیم اللهم انک بسمک اللهم اموت و احیا، با نام تو ای پروردگار من میمیرم و دوباره زنده میشم. یعنی تمام اگر همین آیات های قرآنی و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بخوانیم، معنای همه اینها همین است که انسان هنگام خواب میمیرد. آیا مرگ حقیقی است؟ البته که مرگ حقیقی نیست، چون که روح او با کلا از بدن او نمیبرد، لیکن شباهت به مرگ دارد. شباهت در چی دارد؟ شباهت در عدم ادراک، عدم احساس و عدم تکلیف. خب همین مسئله را یکی از عالمان انگلیس به نام
آرثر الیسون میگویند که یک انجمنی روانشناسان میآیند پیش همین استاد دانشگاهی سیتی لندن بوده است، همین آرثر الیسون. پیش اون همین انجمن روانشناسان می آید به او میگویند که شما با این همه تکنیک‌های معاصر که دارین، آیا برای ما اثبات کردن میتونین که انسان روح دارد یا ندارد؟ این میگوید که راستی من نمیدونم، ولی کوشش میکنم، گفتگو میکنم، شاید که به یک نتیجه برسم. و چگونه باید اثبات کنه که انسان روح دارد یا ندارد؟ البته که بین انسان زنده و بین انسان مرده باید یک بحث بگذراند، یک جستجو کند. و وقتی که این انسان، وقتی که همین دانشمند، این مهندسی برق و الکترونیک بوده است و وقتی که جستجو میکند، باید یک انسان را با وقتی که بیمار است قبل از مرگش رفته ببیند و بعد از اینکه میمیرد اون را برده باز چیز کند، باز بسنجد که آیا چی فرقیت در بدن همین انسان است، چی فرقیت به وجود آمد بعد از مردنش. خب یک کار مشکل است این. و هنگامی که یک برادر مصری مسلمان میبیند که این دوستش که در همین دانشگاه یک جا بودن مشغول همین سنجش است، به او میگوید که چرا خدا اینقدر زحمت میدهی، چرا بین یک انسان خواب و یک انسان بیدار همین بحث رو چیز نمیکنید، سنجش نمیکنید. میگوید که او بین انسان خواب و انسان بیدار و بین انسان زنده و مرده چی تعلق است، چی ارتباط دارد بین هم دیگر؟ میگه که من نمیدونم چی ارتباط دارد، لیکن در قرآن کریم همین گونه آمده است که الله سبحانه و تعالی یک انسان خوابیده رو با انسان مرده یا انسانی که روح او گرفته شده است برابر میکند. همین آیت 42 سوره زمر رو برای او میخواند و تعجب میکنه از این آیت. میگه که چگونه مثلا این بحث هایی هست که مثال ما بعد از این قدر پیشرفت کردن و با وسایل امروزه ما اون رو اثبات میکنیم، چگونه قرآن درباره این سخن گفته است؟ رفته سخن همین برادر مصری رو گرفته، یک انسان خواب رو در حالت بیداری و در حالت خواب میسنجد و یک انسانی زنده را هنگام زنده بودن و بعد از مردن هم میسنجد و با یک نتیجه میرسد که در حقیقت یک انرژی در بدن انسان وجود دارد که او در بدن انسان زنده و انسانی که بیدار است در بدن انسان وجود دارد، لیکن به هنگام خواب او انرژی را از دست میدهد و یا اینکه اگر بمیرد او انرژی را از دست میدهد. همین چیزی که دین مبین اسلام 1400 سال قبل گفته بود که الله سبحانه و تعالی روح انسان را به هنگام مرگ روح او را قبض میکند و در هنگام خواب روح او را قبض میکند و کسی که حکم مرگ او صادر شده است او را دوباره پس نمیگرداند و کسی که فرصت برای زندگی دارد تا به حال اجل او نرسیده است، وقتی مردن او نرسیده است، روح او را دوباره بر بدن او روان میکند. خب این دانشمند انگلیس بعد از رسیدن به این نتیجه درک میکند که در حقیقت قرآن کریم یک کتابی است که از جانب پروردگار عالمیان است و به قاهره مصر رفته ایمان می آورد و نام خود را عبدالله می گذارد. عبدالله الیسون. اگر شما در همین اینترنت درباره اون یک جستجو هم بکنید، در مورد حیات این انسان نوشته اند که سبب ایمان آوردن این شخصیت همین آیت 42 سوره زمر بود.
خب این فرق بین انسانی که در حقیقت میخواهد که بداند حقیقت دنیا را بداند، حقیقت پروردگار را بداند، یعنی از دنبال حقیقت جستجو میکند، این گونه انسان ها در حقیقت به یک آیت یا که به یک نشانه که الله سبحانه و تعالی برای آنها نشان میدهد ایمان میآورند، چون که اینها جستجو میکنند حقیقت را. ولی بعضی ها از اگر حقیقت را هم بدانند ایمان نمیارند، چون که آنها غرور دارند و کبر دارند و به خاطر بعضی از مال دنیا باشد یا به خاطر نام باشد، به خاطر هر چیزی که هست. مثال در وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همین گونه بودن، ابو جهل و دیگرها میدونستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر حق است، لیکن ایمان نمی آوردند، عناد می‌ورزیدند. الله سبحانه و تعالی دل ما و شما را به سوی حقیقت بازگرداند و با خواندن این آیت ها و با اثبات شدن آنها از طریق علم و ساینس باز ایمان انسان دوباره مستحکم تر می گردد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.